تا با 2 اکتبر دوره آخرین برگزار خواهد گردید. دوره 18 رو در نظر داریم. بیت اکنون توجه میکنیم. بازی آغاز شد در مقابل با دسته کوکتاش، چون گفتیم که خوب نشان داد و امکانیتی بهتر رو هم برای الهام براتوف خوب استفاده کرد. یک پرتاب از سمت چپ دقیق به الهام براتوف، 1 به 1 و خیلی هم در اداره کردن توپ موفق شد که فتح‌الله بابایوف دیگر عاجز ماند. انا همین ترتیب با علت فراگیری، البته بیماری جهانی، این سال ما بدون مخلص دور میکنیم. اینجا جای گفتگو نیست. این گفته ها رو میتوانید دوباره هم ثابت کنید. دارا برگاسف اینجا اشتباه کرد. از این موقع بیاد دقیق بسیار ضربه قوی دارد، اما ببینید چگونه ضربه زد که با ستون چپ دروازه برخورد. توسط خواستن نقطه را اشاره کرد با دلاور با آرش، اما چنین نشد و همینطور قسم اول بازی دسته های استرافشان و رگرتداز در دور 16 چمپیونات مملکت به نفع صاحبان میدان انجام یافت. یعقوب جان احمدوف زاکیروف به میدان برآمد. نتیجه به بار نمی آورد. الهام براتوف اکنون باز هم میشه تو بعد حرکت میکند. یکی رو فرید دهد، یک الهام. انا این مراتب گل است. انا این لحظه واقعا هم جبران کرده. یک نورسی که توپ رو داشته میگیریم وارد میدان شد. بله، الهام براتوف تا این مدت تا آغاز این بازی 9 گل زده بود. ای فتح‌الله ضربه را برگردانید. دارا برگاشف اندکی سستی کرد. ببینید انا همین لحظه ضربه زد، دارا باید برمیگشت یا آیت الله سفرов یا فیروز قرایف. تلاش نکرد و موفقیت البته برایش خیلی نزدیک بود در همین لحظه. و دیدار اول دسته ها یادآور میشویم که ماه اپریل در دوره سوم صورت گرفته بود. در دوره سوم چمپیونات مملکت باز هم امکانیت دیگر رو، باز هم نتیجه عالی، باز هم الهام. خیلی که الهام در بازی امروزه ببینید انا همین لحظه که یک امکانیت دیگر بیاد توجه میکنیم چگونه الهام خوب به سوی پیش رود. در حال از همین موقع با پای چپ از کاپیتان دسته استرافشان ضربه استوار زد که دیگر فتح‌الله بابایوف آن رو برگردانیدن نتوانست و با همین ترتیب البته جریان رقابت‌های پگاه را نیست. تلویزیونی ورزشی و فوتبال مستقیما منظورش خواهند کرد، چون گفتیم که روز 18 اپریل دسته رگرتداز استرافشان را با حساب 4 بر 1 در ورزشگاه متالورگ شکست داده بود و استرافشان باشد باز هم در سفر با کوکتاش در همین روز نیرو میسنجد. صدای هشدار داور بلند شد. رقابت دسته ها در دور 16 چمپیونات مملکت انجام یافت.